ببین 100 تومن با بذاری رو رهن. اگه نذاری خونه کوچیک‌تری میگیری. اگه خونه‌ت کوچیک‌تر باشه باید دلت بزرگتر باشه. ولی آدم خونه‌اش کوچیک باشه کتاب خونه‌اش کوچیک نباشه. من جواد خیابانی بخوام با اجاره این واحد به تو گنده بشم خاک بر سر. الان که نمیتونم صابخونه بازدید بگیرم. برای فردا میتونم بازدید بگیرم. البته الان فردا. پس الان یک بامداد فردا. پس پاشو بریم بازدید. اون 1 میلیارد پول پیشو که ازت میگیرم هیچ ماه 50 تومنم باید کرایه بدی. اسم املاک بیرانوند رو میارن که گنده بشن. خداشو املاک ما خیلی یارو گنده کرد. آخر سال جواز 3 طبقه رو خودم برات میگیرم شک نکن. همین الان گفتن 2 طبقه بیشتر نمیدی. تو کوچه پس کوچه های امجدیه بر هفته تیر یه 60 متری خوش نقشه انباری پارکینگ آسانسور. چقدر خوبه این فایل. همه بدنم داره میلرزه. میخوای 25 تا واحد داره یه واحدش فروش نرفت. نما با بهترین متریال به سبک رومی کار شده. البته این خونه نماش رومی نیست. شما از کدوم محلی؟ ایشون صابخونه شما؟ صابخونه ما نخواهد بود. شما مجردی؟ احترامت بجاست. خونه مجرد نمیدم ولی احترامت بجاست. من شنیدم دنبال خونه هایی هستن. امیدوارم که خونه خوب گیر بیارم ولی دنبال خونه های این شکلی نباشن. اموالتون متاسفانه منقول هم هست. صابخونه تو فقط چه بازی یاد داده. خیابان فرشته قربال دانه درشت ها ایرانی بالا طبقات بالا ایرانی بالا کمیسیون بالای بالا کمیسیون بالای بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. ملک برازنده ایه. صابخونه‌اش بچه خوبیه فقط دیوارا رو تازه رنگ کرده. کن دیوارا حواست بهش باش. نگاه کن با فایل چیکاری بابا. این فایل فایل خود ما. خار مادر صابخونه خار مادر ما باید بهمون بر بخوره.